میخوای مشکیش کنی؟ بله. واقعا جدی؟ 100%. بلو بلک دیگه بلون نمیشی یا حداقل 3-4 سال. اشکال نداره، مشکی میکنم. شیما استایل بعد از اینکه موهاشو بلوند کرد مجدد رفته سالن استاد منیر 12 میلیون هزینه داده و موهاشو تیره کرده. مشتری امروز ما هم سوینجا میخوان همین کارو کنن، البته نه با اون هزینه. این ویدیو برای کسایی که مثل شیما خانم میخوان موهاشون رو تیره کنن. میدونید که یه مو برای اینکه روشن بشه ما 3 تا پیگمنت زرد، آبی، قرمز رو ازش میگیریم و من الان میخوام همین 3 تا پیگمنت رو بهش برگردونم تا موهاش سبز نشه و از رنگ موی 033 استاد منیر استفاده میکنم برای این کار و روی دکولاژ میزنیم و خوب ماساژ میدیم و بعد از اینکه شستیم رنگ تیرمون میزنیم که من از رنگ موی بلو بلک براشون استفاده میکنم. عشق امشبم 1000 دفعه نوشتم از روی اسم توه، انگار روح من تو